شخصی که عاشق بدمینتون بود سگ جدیدی آورده بود که ویژگی منحصر به فردی داشت. این سگ میتونست روی آب راه بره. وقتی اینو دید نمیتونست باور کنه. خیلی دلش میخواست اینو به دوست داشتم بگه. با یکی از اونا قرار گذاشت برای بازی کنار برکه اطراف خونش. بازی رو شروع کردن. مخصوصا چند بار توپ بدمینتون رو انداخت اونور برکه. بعد به سگش اشاره میکرد که توپو بیاره. سگش روی آب میدوید و از اونور برکه توپو میآورد. صاحب سگ انتظار داشت رفیقش یه واکنشی نشون بده یا تعجب بکنه، اما هیچی نمیگفت. موقع برگشتن از دوستش پرسید متوجه چیز عجیبی در مورد سگ من نشدی؟ دوستش جواب داد آره، ببین سگ تو نمیتونه شنا کنه، این خیلی بده. پیش خودم گفتم آدم حسود همیشه دنبال عیب و ایراده. به بالاترین درجه هم برسی، موفق ترین بشی، بهترین کار دنیا رو انجام بدی، حتی وقتی سر سفرت مهمون باشه به بهترین شکل ازش پذیرایی کنی، برای دیدن خوبی‌هات کور و کر میشه. یه دیالوگی هست توی فیلم گرگ وال استریت که میگه مراقب آدمایی که وقتی پیروز میشی تشویقت نمیکنن باش. خیلی نشونه خوبی برای شناخت ذات آدم.